سلام برای بچه، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از این چنل. من سام هستم، اومدیم دیگه این بار باز ریاکت داریم. اونم ریاکت به چی؟ آیسان اسلامی که همتون میشناسین، کسی که کلا ویدیوهاش ترند میشه، آدم خفنیه و الگوی الان خیلی ها هست. میخوایم بریم به ویدیوهای فانش یکم ریاکت بزنیم، قراره یکم حل کنیم، بریم که دوران باشه. حاجی پسوردمو بذارم، مرد هستین، مسخره بازی در نرین، نوبتی خودتون برای مغازه‌های خودتون روزی یه دونه استوری بذارین. این کارو بکنم تمام دنیا پخش میشه. نه ولی این کارو نمیکنم چون کلی جوجه های خارجی اونجا مخ میزنم. این کونده ها نمیرن، پسخول اینا که نمیرن برای مغازه‌شون یارو بکنن که اینا تمام این دختر خارجی مارجی ها رو اول از راه دور یه دست جق قشنگ خوشگل میزنن. آقای متعال دیگه آره مجردا که داداش خودمون ما با همیم که الان آقای متعال اینو برام دیگه میفرستن کونشون پاره میشه. آره ما با هم آره سرویس. هاجی یه چیزی بهتون بگم، ولی حساب کنین اگه یه روزی آیسان بیاد رمز پیجشو بذاره، اصلا خیلی ها که میدوزن پیجو، اصلا کسی نمیذاره اصلا این پیج بمونه. کم فالوور نداره، 10-11 میلیون فالوور داره تا جایی که من یادم میاد، نمیدونم دقیق چند فالوور داشت. بعد از اون ور حاجی اونجایی که میگه میشه دهنش سرویس. سر تو بذار رو شونه هم خوابت. آره بگی یواش. یعنی اون آفیسری که به تو ویزای آمریکا داده باد بگیر از 7 سال گرفت گایید. چرا تو رو آقا فرستادن تو آمریکا؟ اینا بچه درس خونده دانشگاه دکتری مکتری شریف اونجا، تو بعد اینجا شیونگ باید بکنی. لیواتو راست میگه. اصلا از این حاجی این انتظار رو نداشتم همچین صدایی در بیاره. ببین بعضی موقع من میرم استوریاشو نگاه میکنم یه جوری مثل این حاج آقا این چیزا رو دیدیم میشینم مثلا رو منبر یه حرفایی رو میزنم وای زبونم نچرخید. It's a brand, the brand of the car. The color car, the yellow. Yellow? Okay, yellow ka rang ke. What's the name of the car? Here. I don't know. Saman. No, Saman, yeah, Saman. The Saman car. Saman car, nice. Nice car. Saman nice, eh? Oh, that's nice. Nice car. Saman. Lara car, Lara. نصف شب باشه داداشی. نصف شب. سرما رو میخواین حاجی ببینین چقدر، نگاه کنید. نور موبایل روشن کن راج. سرما رو ببین. نه اینجوری وایس. این نگه دار. نور اینجوری نگه دار. بالاتر اصلا ببین دود حاجی هیچ با این نور هم نمیشه پیدا کرد. وای دهنه سرویس آیسان. هنو نمیدونست کلا تو باغ نبود، گوشی رو نگه داشت. چرا داره میخندید؟ من بگم الان بیا برو اونجا جنگ بکن به خاطر این، من داداش خواهی ندارم، نمیکنم آقا، میترسم. باباتو میکشن، خب من چی بکنم؟ میترسم آقا جان، کسخلم مگه میرم جلو تیر میخوره برادر. یه ویتون خودت بگیری تونت پاره میشه. صحبت شوهر داره کسخل چی داره؟ خب من چوری میخوام به این تلویزیون دو روز دیگه مصاحبه، من یوخ مثلا من خودمو نباید ببینم دیگه. یک دفعه خودمو بگیرم مثلا جلوی 50,000 رنگ داری این کسکش کی آوردی؟ نه ما شوخی کردم. تلویزیون کار من چیه بود؟ کس خودم مگه تلویزیون من چی بکنم؟ نه بابا تلویزیون برنامه بوده داره. یه طوریه کلا آیسان اخلاقش که هم خودشیفته است. اوکی. که خودشون میبینین دیگه کلا بس رفت. کجا رگو ببین یه خوبه به من میاد. اینطوری هایجی ولی خیلی دوست دارم مدی بودنش. اینجا بنویسیم مدی بودن خوبه یا خوب نیست نمیدونم. رسیدم اینجا، این ماشین صندوق عقبش بازه، یه پیرزنی بوده احتمالا رفته در و قفل کنه و دکمه زده صندوق باز شه. من به عنوان یه آدم انسان اینو میبندم. ببینید کسخل ببینم ما روز بدیم فکر نکنن دوزموزیم.
این کجاست؟ من خودم سواری من رویز خارکسته، من پیاده که شدم دیدم در اون بازه، دکمه‌شو زدم بستم، نکنه کونه من بعدم بذاره آگاهی. نه آجه زبون اشاره شد و نکنه کونه من فردا روز بستم. خیلی خوبه لامصب، خیلی خداست یعنی این پشر. من و رفیقم وقتی کارمون پیش خدا گیره. خدا تو کس گیر آوردی ما رو، همه چیز میخوای در آخر به ما دادی. 2 دقیقه بعدش دمت گرم نگیری حالا بگای ما رو. من گوه خوردم، شوخی کردی، ما رو به چیز ندیم ما عالی هم. وای حاجی خیلی مودیه. دوستان میپرسن که آیسان کدوم وریه؟ من کدوم وری هستم؟ من سمت بلانز بعد کس ننت هستم. یعنی چه کدوم وری هستم؟ حاجی این چه سمی بود کینو. آیسان حاجی خیلی سم بود کی درست کرده بود ناموسم. دوستان اعلام میکنن آیسان کدومه. وای خدایا آیسان دمت گرم واقعا حاجی، کلیپاش خیلی خوبه و خیلی دوستش دارم جدا. حالا از طرفداراشم ولی خب دیگه حالا اینطوریه. خب بریم واسه ویدیو بعدی. خانوما که فکر میکنن اگر تایم پریود درست باشه سالم ترین آدم کره زمینن، مردان کسخل فکر میکنن که 6 صبح فقط دولشون سیخ بشه دیگه تمام نیست برادر. من آدم میشناسم راست مرده، آدم میشناسم سکته کرده تو سردخونم همینجوری سیخ بود، بعد مردشون داشت نگاهش میکرد گفت خارکس تو داری چیکار میکنی؟ بعد فهمیدم بعد مثل یواش پنبه دهنش مرده کشید بیرون به مردشون گفت بچه بودی شنیدم خیلی دوست داشتی دنده عوض بکنی میخوام تو با حاجی از کجا رسید به کجا؟ خب بابا داشتی یه حرف درست حسابه میزدی بنده خدا چرا بحث. بچه ببینید این ماشین از 12 سیلندر و 22 سوپاپ نگاییده تشکیل نمیدونم چه خارکسته. ببخشید من چیکار دارم چند تا پیچ و موره تو این کسکی صاحب آخه. حالا کسکی صاحب که نکرد، حالا صاحبش که پیچی که مال من خریدم این اصلا زیاده. حالا داداش این یکی خارکسته مثلا آیسان جان این از چه نوع چوبی هست؟ من چه میدونم خواهر صاحب چوب گاییدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید سر صبح هنوز خدا رو وسط نیاوردی، فقط داری نیم 18 نفر فقط میخوای بگاهی خواهر اون خواهر این. ول کن دیگه بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. شیطون عمرت گاییدم. بسم الله. الان هستم این شریک ما که 500 تا ماشین داره اینا 107 داره جان خواهد. نه من 7 8 تا چه میدونم چند تا داره خواهر زندگی سگ گایید. اعصابم خورده حاجی، روتین زندگیم به هم خورده. انقدر دختر خوشگله. این بچه خیلی خداست. وای یعنی یه چیزی بگم، تو عمرم انقدر آدم مودی ندیده بودم، جدی میگم از این مودی تر ندیده بودم. فقط این و بعد. خب بچه ها ویدیو امروزمون تا اینجا بود، امیدوارم دوست داشته باشین. حالا در نظری چیزی داشتین حتی منفی هم بود لطفا کامنت کنین که دوست دارم همیشه بشنوم. آقا بدونم اگه اینجا رو اشتباه میکنم حتما اصلاحش کنم به درستش کنم. و اینکه الان اینجا بک‌گراند اینا هنوز فیکس نیست و اینم که پریده از 3-4 ماه پیش پریده، تو اولین ویدیو گذاشته بودم فکر کنم گفتم پریده و هنوز درست نکردم. پول نیست دیگه اینجا، اینطوریه ایران الان 2-3 تومن پولشه. ولی آره اتاق جدید رو قرار درست کنم دیگه، نمیخوام اینجا خرج کنم چون اتاق جدید رو قرار درست کنم و خیلی قرار خفن‌تر در بیاد. یعنی فکر کن 0 تا 100ش قراره مثلا اتاق گیمینگ خفن در بیارم با کمک شما البته. و خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا حالا همراهم بودین. لایک و ساب و اینجور داستانا یادتون نره. زنگوله هم فعال کنین. عشقای من این قربونتون تا ویدیو دیگر. بدرود.